موسم سال خونیش 2017 و 2018 در تمام مؤسسات تعلیمی کشور به انجام رسیده. خوانندگان برای اسیم به سیمگذرانی و برای ختم مکتب امتحان می‌سپارند. در ناحیه شهرنو امروز 53 مؤسسه تعلیمی بوده. از آن 37 مؤسسه تحصیلات میانه عمومی، 11 مؤسسه تحصیلات عمومی اساسی و 5 مؤسسه تحصیلات ابتدایی میباشد. از روی معلومات شعبه معارف ناحیه شهرنو امسال 1442 نفر طالب علم از صنف 11 و 1837 نفر صنف 9 را ختم می‌نمایند. دستاوردهای مؤسسه در سال 2017-2018 امروز شاگردان ما در المپیادهای ناحیوی، منطقوی و جمهوری اشتراک کرده. 17 نفر آنها سزاوار جایهای افتخاری گردیدند. امروز که ما در رفع جنبه سال تحصیلی 2017-2018 قرار داریم، در آینده با باوری کامل گفته میتوانم که صف چنین شاگردانی که امروز در المپیادهای جمهوری سزاوار جایهای یکم و دوم میگردند، در سال 2018 صف آنها زیاد میگردد. تشکیل و گذراندن اتستاسیون ختم و سیمگذرانی تمام شرایط ها مهیا کرده شده. با خوانندگان دفترهای گوشه مهردار از برای فنهای ریاضی، خطکشک و دیگر مسائلی که با رفت امتحان ضرور است تامین کرده شده است که این برای گذراندن اتستاسیون یک شرایط مساعد را فراهم می‌آورد. از روی معلومات شعبه معارف ناحیه شهرنو امسال 1169 نفر ختم کنندگان حجت‌هایشان را به مرکز ملی تستی و از اینها نزدیک به 23 نفرشان به دانشگاه‌های خارجی سپردند. همین است که نتیجه زحمت استادان مؤسسه تحصیلات میانه عمومی ناحیه شهرنو 66 نفر حالا در مکتب‌های خارجی تحصیل علم می‌نمایند. اتستاسیون اسیم و سیمگذرانی و ختم رفته ایستاده است. عین حال خوانندگان صنف‌های 11 اتستاسیون‌های ختم را سپرده ایستاده‌اند. در هر سال خوانندگان مؤسسه طبق مرکز ملی تستی حجت‌های خود را سپرده به دانشگاه‌های عالی داخل می‌شوند. عین حال خوانندگان صنف‌های 11 که شماره‌شان 66 نفر میباشد، 89% خواننده حجت‌های را سپرده‌اند و باوری داریم که طبق مرکز ملی تستی آنها داخل می‌شوند. امروز خوانندگان بار دیگر درک نمودند که در اتستاسیون با مسئولیت بلند خویشتن‌شناسی آماده شده، اتستاسیون را با یک بهای خوب اعلی سپرده و خوشبختانه امروز باید قید نمود که دانش امروزه خوانندگان از سالهای پیشین با خیلی فرقیت دارد. زیرا امروز خوانندگان علاقه با پورگی دانش‌های زمانه‌ای را از خود نمودند و با دانش خودشان اتستاسیون را سپرده شدند. دستور سپارش‌های حکومت جمهوری تاجیکستان در مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی ناحیه شهرنو اجرای خود را یافته است. خوانندگان چطوری که شاهد گشتیم با تمام شرایط خوب تعلیمی در مؤسسه‌ها تامین گردیدند.